برای زنهایی که در پوبلیک هستند، یعنی همیشه ما اونها را در نمایش میبینیم، یک پیامی از جانب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دارم. در روایت مسلم آمده است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید اکثر دوزخی ها را زنها دیدم. میگه خواهرای عزیز، از الله بترسه، از این خودنمایی دست بکشه. من کسی را دوزخی حکم نمیکنم، ایرا الله بهتر میدونه که کی به دوزخ میروه. ولی از این نشاندادهای پیامبر خدا که میفرماید اکثر زنها را من دوزخی دیدم، این برای خواهرها، برای زنهایی که خودنمایی میکنن یک وعید خیلی سختی است. خواهرای عزیز، از الله بترسه، از روز حساب و جزا بترسه که در آن روز این قدر گناهی که شما انجام میتیه، بالخصوص وقتی که شما این گناههای کبیره را نوار برداری میکنه و در شبکه ها پهن میکنه، نوارهای شما بعد از مرگ هم باقی میمانه و بعد از مرگ هم برای شما گناه نوشته میشود. خواهرای عزیز، از الله بترسه.